ولی وقت داریم یا نه؟ وقت داریم. پیغمبر علیه السلام میفرماید که اگر در ببخشید در یک فرشته سر قبرستان ها هر روز میره و به مرده ها ندا میزنه که شما از خداوند اگر زنده شوین چه آرزو دارید؟ چه آرزو داره؟ فقط که زنده شو میدن در جان دکان دیگه خلاص. همین آرزو داره. چه آرزو داری؟ مرده ها صدا میزنن 2 رکعت نماز در جماعت رفته میخوره. 2 رکعت نماز. 4 مرده است که همون وقت داره یا نه؟ یعنی اگر ما را زنده کنه همون وقت بده 2 رکعت نماز سر به سجده میگونیم در بار الله و ذکر الله را زیاد میکنیم. حضرت صهیب که بدار بالا کردن باز کافرها گفتن که چی آرزو داری؟ گفت سلام ما را به رسول خدا برسانی. او زن داشت، او بچه داشت، او برادر داشت، او پدر داشت، او مادر داشت، ولی او رسول الله را دوست داشت. سلام ما را برای آخرین نفسم است برای پیغمبر علیه السلام برسانیم. این کسایی که میخواد سلام برسانه قبل از اینا طوفان شمال حرکت کرد، این صدا را برد به گوش رسول علیه السلام. رسول خدا در مجلس گفت و علیه السلام. گفت چی میگین قربان؟ گفت صهیب را بدار بالا کردن بله ما سلام روان کرد. خبیب را ببخشید، خبیب را رضی الله عنه سر دار سلام برای با روان کرد. گفت دیگر چی آرزو داری؟ زن، اولاد، پیسه، دنیا، کشت و کار، نصیحت، وصیت چه؟ گفت دیگر مرا اجازه میتین؟ گفت بله مثلا. گفت 2 رکعت نماز به دربار خدا میخوانم. تکبیر! چیزی از ما میره نماز است نه سلام. باز استاد شد و نماز میخوانه، اما نماز تیز خوان کمی خوان، این قدر زیاد آهسته نخوان. بعد سلام داد گفت که ای کفار، ای مشرکین، علیکم اللعنه. اگر خوف این نمی بود که شما می گفتین این صحابه رسول خدا از ما ترسیده، از مرد ترسیده نمازش دراز می خوانند، اگر این ترس نمی بود نماز خود خوب طولانی و دراز می خواندم، ولی به این خاطر که چنین عیب به ما مسلمان نکنین نماز ما کوتاه کردم. بدار بالای میکنین که حضور خدا میرم جل جلاله. وقت ما شما پورا شد، وقت تایم. یک روز اینم تو وقت دیگه من بخیر پورا میشه. هرچه که زاری کنی 1 دقیقه دیگه وقت تا خانه میرم و تلفن از ما یک تلفن کنم، فقط میگم که خدا حافظ کجا میری؟ شبرغان؟ سر پل کجا؟ نه میرم. کی کجا میری؟ آمده مرا میبره. کجا میبره؟ زیر زمین. تلفن کردن نمیمونه مگر تلفن داده. یکان تایی که دست زیر سالنگا در برف بند مونده بود نه، تلفن پیشکایشان بود، از زیر برف تلفن میکردن. چند سال پیش که برف کوچ شد نه، ما بله همسر خوب است جور استی وقت زیاد ندارم من میمرم. چقدر جالب زن است. همسر عزیز من میمرم و تو نمر. زنش میگه بیچاره نه تو نمر، دادان عزیز که نمره. نه من میمرم. تلفن قطع شد. خدا کنه که گفته باشه لا اله الا الله محمد رسول الله.